ها باشه. حالا درباره مصداقش صحبت نمی کنیم، اما باید یک خروجی داشته باشد که همگان متوجه بشوند اقدامی که اسرائیل انجام داد با یک خروجی محکم، با یک دستاورد محکم از سوی ایران حاصل شده و طرف اسرائیلی هم نتوانسته است پاسخ بدهد. چون یکی از مباحثی که الان مطرح هستش اینه که خب ایران هر واکنشی نشون بده، آیا مثل دفعه قبل، حالا با همه حواشی بالا پایینی که داشت، اسرائیل پاسخی میدهد یا نمیدهد؟ دقیق بخوایم بگیم پاسخ مشخص و تعیین کننده میدهد یا نمیدهد؟ اگر چون اسرائیل الان امکان جنگ فراگیر علیه ایران رو نداره، تو چنین شرایطی نحوه اقدامی که انجام میده و دستاوردی که داره زمینه رو فراهم میکنه. اگر اسرائیل نتواند پاسخ به ایران بدهد، شکست سنگینی خورده و اون قماری که نتانیاهو کرده، اون بازی با ریسک بالایی که انجام داده، شکست میخوره. مثل ماجرایی که در وعده صادق افتاد دیگه. آمریکایی‌ها پیام داده بودن اجازه بدید اسرائیل نمادین یه کاری بکنه برای اینکه آبروش نره، سطح جهانی این کشورهای منطقه و عربی و اینها بازدارندگیش از بین نره. این خب یه شکستی بود که اتفاق افتاده بود. تو چنین شرایطی هستش که نباید به تأخیر انداخت پاسخ رو و از اون طرف نباید تقلیل داد به عملیات. آقای مهدی طبعا شاهد هستید دیگه، تو این شبها انگار فضای افکار عمومی منتظر امشب میزنه، فردا میزنه. یعنی باز هم ذهن ما توی اون مدل وعده صادقی فریز شده و چارچوب بندی و قالب بندی شده، در صورتی که ممکن اصلا این نباشه، ممکن است هم باشد، ممکنه فردا یه اتفاقی بیفته. میگم به خاطر اینکه الان ما در بستر اینستاگرام هستیم مصداقی نمیتونیم صحبت بکنیم، اما شما فرض کنید فردا یه اتفاقی بیفته و مثلا عامر و عامل ترور شهید هنیه به هر صورتی حذف بشه، فارغ از اینکه اعلام بشود توسط چه کسی بوده، با چه فرایندی بوده و اینها. این هم میتونه، یعنی ما صبح پاشیم خبر رو صرفاً بشنویم، این هم میتواند یکی از مدل ها باشه که در نحوه واکنش. اما چیزی که هست، اگر در شرایط کنونی پاسخی با دستاورد حاصل نشود، همون بازدارندگی آسیب میبینه، هم به هر حال این شبکه مقاومت به شدت ضربه میخوره. این نکته هم در نظر داشته باشید. حتی قبل از اون حمله رژیم به سفارت ایران در سوریه که خب واکنش عملیات وعده صادق رو داشت، و وزیر خارجمون سرپرست وزارت خارجه توی جلسه شورای امنیت صراحتاً اعلام کرد جهان باید توسل به زور رو برای جلوگیری از جنایات اسرائیل در دستور کار قرار بده. الان اون محمله ایجاد شده، یعنی ایران میتواند، شبکه مقاومت میتواند هم با یک تیر دو نشان بزند، هم جلوی جنایات بیشتر اسرائیل رو بگیره، هم جنگ رو خاتمه بده، هم منافع خودش رو تامین بکنه، بازدارندگی خودش رو تثبیت و تقویت بکنه، شبکه مقاومت رو بالا ببره و اینها. به نظر میرسه الان شرایط مساعدی برای پاسخ معطوف و منتج به نتیجه ایران وجود داره. پس بنابراین شما میفرمایید که اون چیزی که میتونه باعث این بشه که اسرائیل در واقع این بازی با ریسک بالایی که شروع کرده با شکست مواجه بشه در اون، اینه که ایران یک پاسخی با دستاورد مشخص داشته باشه. حالا اون پاسخ میتونه حمله نظامی باشه، میتونه از راههای دیگه انجام بشه. درسته؟ بله بله بله. و اینم بگم که این برخلاف چیزی که الان تو برخی از فضای سیاسی رسانه‌ای کشور هست، این دستاورد سیاسی هم نیست. منظور دستاورد میدانیه. یعنی الان میگن مثلا دستیابی به آتش بس میتواند حاصل مثلا جایگزین انتقام باشد. این نیست. این اتفاقا نشانه باید یک دستاورد امنیتی نظامی میدانی باشد که حالا تبعات سیاسی دارد. یکی از تبعات خوب سیاسیش میتواند پایان جنگ و آتش بس باشه. دکتر، اتفاقا یکی از سوالاتم همین بود که چرا به هر حال این خیلی مطرح میشه در فضای رسانه‌ای کشور که بهتره به جای اینکه پاسخ نظامی بدیم، شرط در واقع آتش بس رو به اسرائیل تحمیل کنیم. یک پیروزی بزرگ این رو میدونند در فضای رسانه‌ای که در واقع فلسطین رو نجات داده، مردم غزه رو از حملات مکرر اسرائیل نجات داده و یک آورده‌ای برای ایران هم داشته، ایران رو به عنوان قهرمان این مسئله معرفی کرده.
چرا آتش بس نمیتونه پاسخ ایران به این مسئله باشه؟ یعنی چی کم داره؟ چه مشکلی داره؟ برای اینکه اساساً امکان برقراری آتش بس بدون در نظر گرفتن میدان وجود ندارد. اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفتد، طرح آمریکایی آتش بس که روی میز بود، طرف حماس آقای شهید هنیه که پذیرفته بود، این اسرائیل بود که نپذیرفت. حالا که همه اینها کنار گذاشته شده، خلاف اون طرحی که آمریکا حتی دولت بایدن شکل داده بود، خلاف روند سیاسی حماس، همه اینها کنار گذاشته شده، اتفاقا نماد مذاکره، نماد طیف سیاسی ترور شده، کنار گذاشته شده و طرف اسرائیلی هم هیچ تمایلی نشون داده نشده. تو چنین شرایطی اساسا مگه امکان پذیر هستش که به دستاوردی به نام آتش بس رسیده بشه؟ اتفاقا اگر خواهان آتش بس هستیم، باید انتقام میدانی، انتقام که دارم به عنوان مصطلح استفاده میکنم، پاسخ، باید پاسخ معطوف به دستاورد داشته باشیم. واکنش جدی به اسرائیل هستش که منجر میشه به آتش بس. تنها شبی که عملیات اسرائیل متوقف شد علیه مردم غزه چه شبی بود؟ شب عملیات وعده صادق. یعنی گفتن اون یکی دو شبی بودش که کودکان غزه مثلا راحت خوابیدن، همون شب عملیات بود. درگیر کردن نظامی، الان چندین ماه از ابتدای جنگ غزه، درگیری که رژیم در شمال خودش با حزب الله داره خیلی زمینه ساز شده نتونه تمام عیار غزه رو بکوبه. ما در صورت چنین عملیاتی و چنین اقدامی هستش که میتونه معطوف به آتش بس باشه. ضمن اینکه اساساً وقتی شما آسیب امنیتی نظامی دیدید، ضربه امنیتی نظامی خوردید، جوابش رو نمیتونید سیاسی بدید. یعنی شما باید همتراز، اگر آسیب سیاسی میخوردی باید سیاسی جواب میدادی. اما وقتی الان در شرایط کنونی آسیب امنیتی اطلاعاتی نظامی خوردی، حتما باید این واکنش رو پیش ببری. بنابراین گزینه آتش بس به عنوان انتقام ایران نه شدنی است، نه ممکن است، نه مطلوب است. این رو دوستان باید در نظر بگیرن. معمولا هم البته همه افکار عمومی ایران دیگه متوجه شدن. یک طیف سیاسی در داخل ایران خواهان این هستش که با طرف غربی رو خودش رو چهره‌ای نشون بده که میتواند مورد اعتماد طرف غربی باشه و به همین دلیل دنبال این هستش که از هر گونه استکاکی با طرف غربی خودداری بکنه. این مسائلی هم که مطرح میشه، گزینه‌هایی هم که مطرح میشه، گزینه واقعی نیست، یک دعوای حزبی سیاسی جناحیه که صرفا برای مشغول کردن افکار عمومیه، وگرنه واقعیت میدانی اساسا این رو امکان پذیر نمیدونه. جناب دکتر، از طرف آمریکا هم همچین مسئله مطرح نیست؟ یعنی چنین پیشنهاداتی ارائه نشده یا مطرح شده و برای ما چون مطلوب نیست و از نظر ما ممکن نیست ما نپذیرفتیم؟ در واقع میخوام سوالم اینه که آمریکا از این مسئله چی میخواد؟ ما اطلاعات داده‌ای که نداریم به صورت رسمی. چیزی که از روی رسانه‌ها و اخباری که منتشر میشه و تحلیلی که وجود داره، یک دوگانگی الان در آمریکا خودش وجود داره. یعنی مخصوصا حالا دولتی که سر کار هستش، این که از یه طرف نمیخواد رأی دهنده های خودش رو با حمایت تام از اسرائیل از دست بده، بخش خوبی از رأی دهنده های خودش رو، از یه طرف حمایت لابی اسرائیل در آمریکا رو نمیخواد از دست بده. برای همین یک دیلما، یک برزخ، یک دوگانگی وجود داره که داره سعی میکنه اون رو مدیریت بکنه. اما باز هم میگیم الان اتفاقی که افتاده وقتی مثلا فرمانده میره سفر میکنه، وقتی فرمانده سنتکام سفر میکنه به آمریکا، به اسرائیل و اونجا طراحی نظامی میکنن، وقتی همه این اتفاقات داره میفته، یعنی اتفاقا طرف آمریکایی هم میداند چنین مسئله ای شدنی نیستش. حداقل چیزی که من خبر دارم، چنین پیشنهادی هم از سوی طرف غربی به ایران داده نشده که آقا شما واکنش نشان نده برای اینکه آتش بس بشه. باز هم عرض میکنم اساساً مشکل عدم آتش بس اسرائیل بوده، نه ایران.
نه هیچ واحد دیگه ای. الان اون مشکل اسرائیل پابرجاست، حتی تأکید هم کرده من نمیخوام، دست به چنین اقدامی زده است برای اینکه جلوی آتش بس رو بگیره. گفتم حلقه آتش بس دور گردن خودش رو گشادتر بکنه، بازتر بکنه. تو چنین شرایطی برفرض ایران هم چنین پیشنهادی دریافت کرده باشد، برفرض هم ایران چنین پیشنهادی را بپذیرد، مگه مشکل ایران و آمریکا بودن؟ مشکل دولت نتانیاهو و کابینه رژیم بوده، حاکمیت رژیم بوده که اینو نمیپذیرفته. مثالش ماجرای برجامه که این گفتن که مثلا ایران اینو بپذیره یا اروپا این کارو بکنه. ایران و اروپا که به توافق رسیده بودن، عامل آمریکا نمیخواست، الان عامل اسرائیل نمیخواهد، اون بازیگر اصلی نمیخواهد. بنابراین هیچ گونه مذاکره و پیام و گفتگو و تبادل و توافقی با طرف غربی منجر به آتش بس نمیشه، چون عامل اسرائیل رو در نظر نمیگیره. خاطرم هست دکتر شما یه صحبتی داشتید که مسئله فلسطین رو از اون بعد